درود بینندگان عزیز و ارجمند. خوشبختانه امروزها در 5 ولایت جمهوریمان در دانشگاه دولتی فاکولته فیلولوژی تاجیک و گروه‌های تاجیکی فعالیت می‌برند. دانشجویان در شعبه‌های روزانه، شبانه و غایبانه تحصیل می‌گیرند. ما به دانشگاه دولتی سمرقند به نام شراف رشید تشریف آوردیم. در فاکولته فیلولوژی همگی 2022 نفر دانشجو تحصیل می‌کنند. از آنها در شعبه فیلولوژی و آموزش زبان‌ها زبان تاجیکی در شعبه روزانه در کورس‌های یکم، دوم، سوم، چهارم که همگی 6 تا گروه موجود است. در آنها 142 نفر دانشجو در شعبه شبانه باشد 2 کورس موجود است، یعنی 2 گروه موجود بوده. در آنها 37 نفر دانشجو و جمع الجمع در شعبه فیلولوژی و آموزش زبان‌ها زبان تاجیکی هم روزانه و هم شبانه جمع 179 نفر دانشجو تحصیل می‌گیرند که با آنها استادان ارجمند کافدره فیلولوژی تاجیک و زبان‌های شرق خارجه اسرار علمی آموزند. عموما در فاکولته دانشجویان بالیاقت یعنی در شعبه تاجیکی فعالیت نشان می‌دهند و تحصیل علم می‌گیرند که آنها یکی از آنها نامبر کردن ممکن است که ذکرالله زبیدالله هم با نشر نمودن کتاب خود یعنی اشعار خود که در سال 2023 روی چاپ را دید و دانشجوی دیگری را نیز نامبر کردن ممکن است که در سال خوانش 2023 و 24 صاحب استیپندیی نوایی شد که آن دانشجوی کورس سیوم نهال جان و نوبهار می باشد. با مقصد تعلیم اجرای زینه به زینه وظیفه‌هایی که در کنسپسی رشد ساختار تعلیم عالی جمهوریت ازبکستان تا سال 2030 مقرر گردیدند، اینچنین رشد علمی، تکنولوژی و اجتماعی دانشگاه دولتی سمرقند، باز آموزی کادرهای علمی و پداگوژی رقابت پذیر، به سطح مؤسسه تعلیم عالی فلگمنی برآوردن دانشگاه قرار پرزیدنت جمهوری ازبکستان از 13 ژانویه سال 2021 درباره چاره‌های علاوه‌ای برای تکمیل فعالیت دانشگاه دولتی سمرقند امضا گردیده بود. در ترکیب دانشگاه شعبه و دانشگاه نو تأسیس گردید. این همه برای بهبودی دانش خدمت خواهد کرد. کافدره فیلولوژی تاجیک و زبان‌های شرق خارجی امروز در هیئت 18 نفر پروفسوران و معلمان فعالیت دارند. صلاحیت علمی کافدره 82% را تشکیل می‌کند. اکثریت استادان کافدره را جوانان تشکیل می‌کنند. شکر خدا که امروز در کافدره ما 3 دکتر فن، پروفسورها و 12 نفر PhD نامزدی فنها فعالیت دارند. کافدره امروز در حالت علاهیده فعالیت دارد، اما سابقاً کافدره فیلولوژی تاجیک و زبان‌های شرق خارجه سال 1956 تشکیل شده است. ریشه این کافدره را همون کافدره تشکیل می‌کند. این بعد کافدره در 3 بخش، کافدره زبانی تاجیک، کافدره ادبیات تاجیک و کافدره زبان‌های شرق خارجی فعالیت داشت. در سالهای 90 و 2000 همین خیلی بود. اما بعداً از آن که کافدره ها یک جا کرده شدند و شماره دانشجویان کم شد، امروزها در حالت یک کافدره فعالیت دارد. اما همون 3 بخش ازلی کافدره به دانشجویان تدریس داده میشه. کافدره برای تمام مؤسسه‌های تعلیم عالی ریسپوبلیکا کافدره تکیوی بازوی حساب میشه، چون که ما برای دانشگاه دولتی ترمیز، برای دانشگاه دولتی فرغانه، برای دانشگاه چرچیق، برای دانشگاه دولتی بخارا استانداردهای دولتی تعلیم، دستورهای تعلیمی، سیلابوس ها، دستورهای کاری تیار کرده میدیم. کافدره از نقطه نظر علمی صلاحیت پرقوت دارد. امروز استادان کافدره برای دانشجویان کتاب‌های درسی، وسایط تعلیمی و وسایط اسلوبی آماده می‌سازند. از فن‌هایی که در این کافدره درس داده میشد، قریب از روی همه فن‌ها دستورهای تعلیمی و کتاب‌های درسی موجود است و ذمه اساسی استادان کافدره من بعد نیز به همین چیز روانه کرده شده است که از روی تمام فن‌هایی که در نقشه تعلیمی هست
برای دانشجویان ما در شرایط کنونی ازبکستان کتاب‌های درسی تیار کردن. امروز ما با دانشگاه‌های خارجی علاقه داریم و مقصد اساسی کافدره بلند برداشتن صلاحیت علمی کافدره است. ما امید داریم که در سالهای نزدیک این صلاحیت به ما میسر میشود. دانشگاه دولتی سمرقند به نام شراف رشیدوف یکی از بانفوذترین مسکن‌های تعلیم عالی جمهوریتمان به حساب می‌رود. در طول 97 سال فعالیت در این درگاه علم و معرفت هزارها صاحبان دانش تعلیم و تربیت گرفته به کمال رسیدند. اکثر عالمان نامدار وطنمان عیناً در این مسکن صاحب عنوان‌های علمی گشتند. یکی از چنین عالمان ورزیده، انسانی با معرفت و صاحب اقتدار، دکتر علم‌های فیلولوژی، پروفسور فخری دانشگاه دولتی سمرقند صدری صدیف می باشد. از 30 سال گذشت که من در همینجا در کافدره زبان و ادبیات تاجیکی کار میکنم. بهترین دوره کمالات من در همینجا گذشت. من خیلی خرسندم که فعالیت من در این کافدره اوج گرفت با کامیابی‌های علمی، اینچنین تعلیمی هم نائل شدم. به شاگردان علم خود را تلقین کردم، شاگردان به وایه رساندم و موفق شدم که کافدره از جهت علمی پیش رود. بسیار کتاب‌های ارزشمندی علمیه، بعضا تعلیمی را هم من در اینجا تالیف کردم. خیلی مهنت کردم. من آخرین همون کتاب‌های تهیه کردگی من سخنوران سمرقند نزدیکی به از چاپ برآمد. در خودی سمرقند در تاشکند هم کتاب‌های من چاپ شدنی بود. یک کتابی من به زبان ازبکی دایر به سخنوران سمرقند در عرفه چاپ است. داشته مبارک. من پر اوج کار کردم. معلومتان که چند پیش در عرفه جشن استقلالیت وطن محبوب با فرمان پرزیدنت جمهوری ازبکستان، پرزیدنت دولت دوست و برادر جمهوری تاجیکستان، نمایندگان فعال ساحه‌های مدنیت، صنعت، علم و فرهنگ دو کشور همسایه با مکافات‌های دولتی سرفراز گردانیده شدند. پروفسور دانشگاه دولتی سمرقند، عالم برجسته ادبیات شناس و محقق، مرد خردمند و فاضل، استاد محترم صدر صدیف با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با آردن دوستی مکافاتانیده شدند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 14 آگوست سال 2024 تحت رقم 847 برای سهم بی‌واسطه در رشد علم، تعلیم و تربیت و تحکیم دوستی خلق‌های تاجیک و ازبک و کارهای پرثمر در علم ادبیات شناسی و پروفسور صدیف صدری اردن دوستی سرفراز گردانده می شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. برای ما باعث افتخار است که مقام و مرتبه علم در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان جناب عالی محترم شوکت میرزیوف موقع بلند دارند و آنها دائم در برآمدهای خود به مقام آموزگار و مقام عالم و دانشمند
بهای بلند میدهند. به سخن برآمدگان درباره سیاست خردمندانه سران دو کشور همسایه استاده گذشته قید نمودند که بین دو دولت همجاوری برادر در سمت‌های گوناگون همکاری‌ها ادامه دارد. استاد با برابر عالی محققی ورزیده بودن، آدمی حقگو، راستگو، آدمی سخی، آدمی صمیمی هم به شمار می روند. در پیشرفت علم تاجیکی محیط ازبکستان خیلی مهنت‌های پرثمر به ثمر رساندند. زیاده از 100 مقاله و زیاده از 50 کتاب‌های علمیشان روی نشر را دیده است. در وقت درس استاد از ما با فکت و دلیل و سندهای عمیق گپ زدن را طلب میکردند. درسشان بهترین درس‌های بود که من در حیاتم دیدم و فکرم نظیرش را دیگر نخواهیم دید. درس خیلی عجایب، درس‌های به منطق درس علمی بود. شاهد قید است که پروفسور صدر صدیف در پیشرفت فعالیت مرکز ملی فرهنگی تاجیک و تاجیک زبانان ولایت سمرقند سهمی مناسب گذاشتند. از این لحاظ راهبر مرکز ملی فرهنگی تاجیک و تاجیک زبانان ولایت سمرقند شهرت صمدوف استاد صدر صدیف را تبریک گفته از نام راهبرتی خانه دوستی افتخارنامه و تحفه خاطره‌ای سپارید. Amalda oshirgan barcha ezgu ishlaringiz, nur ziyoga burkangan yorug' ko'zingiz, ulug' yoshingiz va baland boshingiz oldida ta'zim qilishga ijozat bergaysiz. همچنین در رفت چاره‌بینی از طرف سفارتخانه جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان پروفسور دانشگاه دولتی سمرقند اسدالدین قمرزاده جمعه همراه قدردانی کرده شدند. من بسیار خرسندم که با همین مرد فاضل از یک محله یک مکتب تمام کردیم، از یک استادها تعلیم گرفتیم. در دانشگاه دولتی سمرقند نیز این چنین. این کس از همون وقت دانشجویی و ادبیات و آموزش تاریخ ادبیات میل و رغبت داشتند. سعدی داننده تاریخ ادبیات تاجیک، مخصوصا تاریخ ادبیات سمرقند باشند. من موفقیت ها خواهانم. مکافاتی که به این کس داده شده است ارزنده. قابل ذکر است که معلمی با تجربه و صادق به کسب پرافتخار خویش دلارام عثمانوف سالهای زیاد در مکتب میانی رقم 22 شهر سمرقند به فرزندان خلق تعلیم و تربیت داده پیش قدمترین استاد بین آموزگاران شهر سمرقند می باشند. در دوام چاره‌بینی و معلمی فدایی و وطنپرور دلارام عثمانوف نشان سری سینگی ازبکستان ریسپوبلیکاسی خلق تعلیم اعلاچیسی اعلاچی معارف خلق جمهوری ازبکستان سپاریده شد. حرکت میکنم خوانندگانم رو به حس وطن دوستی، آداب، اخلاق همیشه به یکم جور شدگیشون میخواهم. در آینده از این زیادتر با خودترکان کارهای تربیوی اخلاقی گذرانم و درسهایم رو از این هم با صفت گذراندن رو میخواهم. در نوبت خود صدر صدیف برای قدرشناسی به حکومت جمهوری ازبکستان و حکومت جمهوری تاجیکستان همچنان برای فراهم آوردن شرایط مهنتی و ایجادی و دانشگاه دولتی سمرقند منتداری اظهار نمود. آمدن شما و به سر سینه من نصب کردن این نشان باعث خرسندی من است. سزاوار دانستنی مهنت های من برای من بسیار کامیابی کلان سا میشد، مرا خوبه نو ببخشد به من برای انجام دادن این کارهای زیادی علمیه که من در دوشنبه و خصوصا در سمرقند انجام دادم. امکان دادن که من قوه باقی پیرانه خود را در ساحه همین علم صرف کنم. در خاتمه ناطقان استادان درباره نقش صدر صدیف در رشد و نموی علم ادبیات شناسی
تاجیک و ازبک، تاریخی ادبیات تاجیک در عرصه‌های گذشته حرف زده تاکید نمودند که به مبالغه میتوان استاد را در ردیف نابغگان زمان وردی زبان کرد. شوقی سفر نداشتی، وصف گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی توی قلبم، یادی تو جا گذاشتی، روی تمامی حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی. بی تو کدوم ستاره پا می شوم نظاره، ابری کدوم آسمون متشنگیم بباره. به تو چی مونده با من جز صدای خسته، جز یه نگاه خاموش، جز یه دل شکسته، جز یه دل شکسته. پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی. سایه به سایه هر طرف کی بودم، هم سفرم بودی خبر نداشتی. بال پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی. سایه به سایه هر طرف که بودم، هم سفرم بودی خبر نداشتی. ندی ها ندیدی، بالی سفر نداشتم، گفتی رهاشو اما من دیگه پر نداشتم. کوه غم و کشونم دیدی یا بر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. شوقی سفر نداشتی، وصفی گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی توی قلبم، یادی تو جا گذاشتی، روی تمامی حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی.